ورلد آف وارکرافت مهارت یعنی پول. هرچی مهارت و تجربه توی بازی بیشتر بشه مستقیما روی درآمد تاثیر میذاره. دیدی میخواد طرف مکانیک بشه میگن اول برو یه مدت وایسا وردست یه نفر شاگردی کن تا یاد بگیری. دیده میخواد برنامه نویس بشه چند تا کلاس میره یا چند تا دوره میخره شروع میکنه برنامه نویسی رو یاد گرفتن. این بازی هم برای رسیدن به درآمد اصول داره. مشکل اینجاست که مردم میخوان این اصول رو دور بزنن، بازی رو نصب کنن و بگن دیدی به درآمد نرسید. دوستان همین الان دارم از همین تریبون اعلام میکنم هر کسی بی‌محابا و ناآگاهانه بیاد این بازی رو روی سیستمش نصب کنه 2000 هم که در نمیاره هیچی، کلی هم پول باید خرج کنه. ولی اگر بدونی کجا باید چه کار کنی، دانش تخصصی بازی رو فرا بگیری و توش کسب تجربه کنی، تقریبا آن لیمیت میتونی توی زندگیت از این بازی کسب درآمد کنی. اینو بفرست برای اون رفیق گیمرت که همینجوری میگه بریم چیل کنیم پول در بیاریم که بدون از این خبرها نیست.